سوالی که برای خیلی هم مطرحه اینه که چه تعمیراتی از ساختمون به عهده مالکه و کدوم تعمیرات به عهده مستاجر. مبنای قانونی ماده 486 قانون مدنی آیین دادرسی مجر موظف ملک و قابل استفاده تحویل بده و در همون وضعیت هم حفظ بکنه. موارد مهم لوله کشی اصلی آب، برق و فاضلاب، سیستم گرمایشی، سرمایشی مرکزی، ایزوگام، عایق بندی، تعمیر اسکلت و بازسازی کلی سقف و کف و دیوارها. حالا از اونجایی که باید ببینیم واسه مستاجر چه تعمیراتی بر عهده‌اش هست، میشه تعمیرات مستاجر بر مبنای قانون آیین دادرسی ماده 488 قانون مدنی مستاجر باید مانند شخصی محتاط از ملک استفاده کنه و خسارت ناشی از قصور خودش رو جبران بکنه که شامل موارد مهمی میشه، از جمله تعمیر شیرالات، کلیدها، پریز در حد مصرفی، تعویض لامپ‌ها، نقاشی داخلی در صورت نیاز یا توافق، رفع گرفتگی‌های جزئی سرویس دوره‌ای، وسایل مصرفی مثل پکیج و کولر گازی و این مسائلی که هست. در نهایت مالک از بابتی از مستاجر پول میگیره که داره در قبال اون ماهیانه دریافتی رو داره دریافت میکنه به عنوان اجاره.